در ششم آسمان موسی علیه السلام پیشواز گرفتند. وقتی جناب پیغمبر به حضرت موسی خیر و خوش کردن، رو به بالا شدن، حضرت موسی میگه آوازی گریهش بلند شد. جبرئیل علیه السلام گفت ما یبکی که یا موسی، ای موسی برای چی گریه میکنی؟ حضرت موسی علیه السلام گفت ابکی لان غلاما بعثت بعدی و یدخل امته الجنه اکثر من امتی. گفت گریه من برای این است که این جوانی که لحظه میبینه رو به بالا شده است، خدا دعوتش داره، شخصیتی هست که اکثر جنتی ها امتهای ای هستند. من در مقام و قدر و درجه ای گریان هستم، چی عزت خدا براش داده است. ابراهیم علیه السلام پیشواز میگیره، میگه یا محمد وقتی که از نزد خدا گشتی من ببین، من یک هدیه میتونم به امتات از من هدیه ببر. سبحان الله و بحمده. ابراهیم علیه السلام میگه از نام من به امتات هدیه ببر. هدیه چی بود؟ وقتی بازگشت کرد حضرت ابراهیم گفت که از نام من امتات سلام بگو، از نام من امتات بگو خوشا به حالشون که امتی محمدی گردیدند. و برای امتات بگو که زمین جنت خیلی زمین حاصل بخشنده است و کشتی جنت 4 چیز است، آبش بسیار آب شیرین و گوارا است. کشتی جنت حضرت ابراهیم گفتند سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این 4 چیز است گفتند. این کشتی در حیاتشون زیادتر جمع کنند برای آبادی آخرتشون. جبرئیل علیه السلام به مقام خودش رسید، به درجه و به جای رسید که از او بالا حق نداره. جبرئیل به مقامش رسید، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم صحبت داره. ناگاه میگه شلفه پای جبرئیل خاموش شد، دیدم تنها هست، جبرئیل در کنارم نیست، جبرئیل علیه السلام همراهیم نیست. میگه گفتم یا اخی جبرئیل این انت، ای برادرم، ای جبرئیل تو در کجا هستی؟ افبهذا المکان و فی هذه الحال یترک الخلیل خلیله. در این مکان و در این حالت دوستش ترک میکنه، تنها میگذاره؟ در این سفر خیلی سرعتش تیز است، در این سفر خیلی بالا هست، آیا دوستش ترک میکنه؟ میگه جبرئیل علیه السلام چی گو؟ حبیبی محمد، دوستی من، جانی من، ای محمد، اینک لو عمرت اعترفت، اگر تو رفتن بگیری رفتن میگیری، یگان چه سری راهی تر نمیگیره. ولکن اینی لو تقدمت احترکت، لکن اگر گفت من یک قدم دیگه بالا بزنم تمامی وجودم خاکستر میشه از نور خداوند، من دیگر حق بالا رفتن ندارم. جبرئیلت مانده و خود ره به بالا کرده ای، جنت و عرشی اعلا برتگی پا کرده ای، جمله کروبیان را مست و شیدا کرده ای. برسد آدمیت به جایی که بجز خدا نبیند، بینگر که تا چه قدر است مقام آدمیت. رب العالمین این پیغمبر بزرگوارش برای تسلیت و دلبرداری نزد خودش مهمانی دعوت گو غمگین نباش، قامت این ابو جهل و ابو جهلی ها را من میشکنم، اینها را هلاک و نابود میگردانم. فقط از تو دعوت است، از تو فقط گفتار است. هدایت اینها در اختیار من است. کسیش بخواهم هدایت میکنم، کسیش بخواهم خار و ذلیل و بدبخت جهنمی میگردم.